میگیم 10 منهای 2 ضرب در 180. داخل پرانتزا کم میکنیم میشه 880 تا، میشه یه همچین عددی. جهت اون آقایون عزیزی که یه مقداری ضرب و ایناشو مشکل داره، ما با هم دیگه حل میکنیم. میگم این 18 ضرب در 8 8 تا 64 تا 4 رو میذاریم، 6 نگه میداریم. 8 1 8 تا با این میشه 14 تا، میشه 14. یه صفر هم با احترامی این صفر میذاریم. خب سوال پرسیده اندازه یک زاویه داخلی 15 ضلعی منتظم چقدر؟ چی؟ یه زاویه داخلیش، اونم چه شکلی؟ منتظم. پس ما صورتمون 15 منهای 2 ضرب در 180 محاسبه میکنیم، تقسیم بر 15 میکنیم. خب این با صورتمون میشه 13. اینجا اومدم 180 رو تقسیم بر 15 کردیم. بذارین منم اینجا انجام بدم. 180 تقسیم بر 15 یکیش میشه 15 تا، جواب میشه 30 تا. بینم میشه 2 میشه تمام 0. بخش پذیره، پس میشه 12. پس میشه 1 میشه 12. 13 تا 12 دارم با هم بیان محاسبه کنیم. وقت ما اشتباه ننوشته باشیم. جهت اون عزیزانی هم که یه مقداری ضرباشون انشالله قویه، میگم 2 3 تا 6 تا 2 1 هم 2 تا 0 میذاریم به احترام این آقا، میشه 1 3 تا 3 تا، اونم یه 1 هم 1 میشه 6 5 1 156. پس به دست اومد. پس اندازه یه زاویه داخلی 15 ضلعی منتظم 156 تاست. آخرین نکته هایی که باید بگیم اینه زاویه خارجی. اگر یکی از اضلاع چند ضلعی محدب را در همون راستای خودش ادامه دهیم، در بیرون از چند ضلعی زاویه‌ای تشکیل می شود که به آن زاویه خارجی میگیم. ببینین عزیزان، الان یه مثلث کشیده اومده امتداد داده، به این میگن زاویه داخلی، به این میگن چی؟ زاویه خارجی. مثلا برای این شکل اگر من میام همین ادامه بدم، این میشه زاویه خارجی. مثلا این میشه A2، این میشه A1. پس من مثلا A2 به علاوه A1. و چون اینا هم نیم صفحه تشکیل میده بچه ها، مجموعشون میشه چند؟ 180. درست؟ یا همین اگه ادامه بدم، این میشه B1 B2. میگم B1 به علاوه B2 چون حکم صفحه نیم صفحه پیدا میکنه میشه 180. پس با همه این تفاصیل اینا یاد گرفتیم. من اینا رو پاک کنم. پس اینا ما متوجه میشیم که مینویسه C1 به علاوه C2 180. اما برای ما نکته خیلی مهمش اثبات اینو ما اصلا کاری نداریم. این اثبات داره تو ریاضی، اینو همه اثبات داره. انشالله اونایی که دوست داشته باشن میرن کلاس 10 ریاضی، ما اونجا تو هندسه یکی نارا اثباتاشون هست. الان برای شما اثباتی گفته نخواهد شد. نکتهش اینه بچه ها، در هر مثلث اندازه زاویه خارجی برابر است با، ببینین اندازه زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور. دو زاویه داخلی غیر مجاور یعنی A و B. خیلی برای ما مهمه. حالا به چه دردمون خوره؟ حالا یه مقداری که رفتیم جلو یه مثال حل میکنیم خودتون میفهمید. نکته بعد، مجموع زوایای خارجی هر چند ضلعی 360 درجه. مثال به من میگن که مجموع زوایای خارجی یک 15 ضلعی چنده؟ خارجی 15 ضلعی 360، خارجی 20 ضلعی بازم 360. پس فرقی نمیکنه، هرچی به هم گفتن چند جواب میدم؟ 360.
اگر به این گفت حالا اندازه یه زاویه خارجیشو بگو چند ضلعی، اونم بازم میگیم برای منتظم و فقط ما این کارو میتونیم بکنیم. آقا 360 که بود، چون تو برای یه دونش میخوای بدونی مثلا این چنده این چنده اینم چنده، کافیه من بیام 360 تقسیم 3 بکنم میشه 120. مثلا هر کدوم اینا میشه 120 درجه، به شرط اینکه اینم مثلثم چی باشه متساوی الاضلاع باشه، منتظم باشه. مثالی رو داشته باشین، میگه که آقا اندازه یک زاویه داخلی و خارجی یه 12 ضلعی منتظم رو به دست بیارین. خب اول از اون اندازه چی خواسته؟ یک زاویه‌شو خواسته، هم داخلی و هم خارجی. ما میدونیم که خارجی رو خب اگه اینا بلد نگفته بود باید میمدیم از همون رابطه n منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر n به دست می آوردیم و 12 رو منهای 2 میکردیم ضرب در 180 تقسیم بر 12 میکردیم. اولی چون همزمان دوتا رو خواسته ما از این نکته اومدیم استفاده کردیم. کدوم نکته بچه ها؟ نکته یکی این آقا، نکته این آقا که گفتیم میگیم آقا خارجی ابتدا به دست میاریم، میدونیم 360 باید تقسیم بر 12 بشه 30 میشه. از طرفی هم ما میدونیم هر زاویه داخلی و خارجی با هم دیگه چیان؟ مکمل هم دیگه. پس کافیه از 180 این 30 تا رو کم بکنیم، 150 تا میشه زاویه داخلیش. درسته؟ نکته بعدی، چند ضلعی منتظمی برای کاشیکاری مناسب است که عدد 360 بر اندازه یک زاویه داخلی آن چند ضلعی بخش پذیر باشه. چی میگه؟ با مثالش ما بهتر بگیم. یه نکته مهمیه چون بعضنم تو سوال تو کتابتون هست، من اینو نکته آوردم. میگه یک چند ضلعی منتظم برای کاشیکارا خوبه که اگه 360 اومدی بر اندازه یه زاویه داخلیش تقسیم کردی بخش پذیر بشه. مثالش نگاه کنیم. گفته کدام یک از چند ضلعی های زیر برای کاشیکاری مناسبه؟ 8 ضلعی خوبه، 6 ضلعی خوبه. ببینیم چه شکلیه. خب شما میان 8 ضلعی چجوری به دست میاریم؟ میگم آقا یه زاویه داخلی 8 ضلعی منتظم، من اگه به شما به فرض تو امتحان دادم عزیزان دقت کنین، به شکل نوشتاریتون باید این باشه. شما باید بیان بگون 8 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 8 یه عددی به دست میاد میشه 135. همینجوری این 135 من لای هوا قبول نمی کنم. بعد شما میگین آقا قاعده بر اینه که 360 بر این زاویه داخلی چی باشه؟ بخش پذیر باشه. خب میبینیم بخش پذیرم نیست واقعا، چون این ولی 6 ضلعی منتظم نگاه کنیم. میگیم آقا 6 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 6 این میشه 2، این میشه 3، باز همین به این بخش پذیر میشه 60 میشه 120. به خاطر همینه اینجا می نویسه 120. پس 360 هم به 120 بخش پذیره، یه عددی صحیح میاد بیرون، یعنی باقی مونده صفره. خب برای همینه بهش میگه مناسبه. بریم سراغ نکته. برای به دست آوردن تعداد قطرهای یک چند ضلعی از رابطه n در n منهای 3 تقسیم بر 2 استفاده میکنیم. چیزی بود که اوایل کلاس همون یادتون میاد ازتون سوال پرسیده بودم، از خیلیا جواب میدادین. تعداد قطرهای یک هر چند ضلعی، این چند ضلعی ها بنویسین n ضلعی بچه‌ها، چون اینجا n میاریم بدونین یه n ضلعی از n در n منهای 3 دوم به دست میاد. یه مثال زدیم
آقا یه 7 ضلعی چند تا قطر داره؟ یا اصلا بهتر با این نمایش ساده ما بخوایم بدونیم یه 4 ضلعی چند تا قطر داره، میگم 4 منهای 3 تقسیم بر 2. حاصل این میشه 1 4 هم تقسیم بر 2 و میبینیم 2 تا قطر هم داره. ولی یه 7 ضلعیه که من نمیتونم بشینم قطراشه بنویسم. میگیم آقا 7 اینا اثبات داره بچه ها، این فرمول ها از کجا اومده، ولی اثباتاشو شما نمیخواد اصلا لزومی نداره برای شما. میگیم 7 در 7 منهای 3 این میشه 4 تقسیم بر 2. این آقا هم با این آقا ساده میشه 2 2 7 هم میشه 14 تا و ما برای یک 7 ضلعی 14 تا قطر داریم.